سال جاری با نظرداشت مساعد آمدن هوا، پخته نسبت سال سپری شده 10-15 روز پیشتر پخته رسیدن، در اکثر قطعه ها همه کورک‌ها سراسر شکفتند. این امکان می‌دهد که امسال معرکه جمع‌آوری حاصل پخته تا آخر ماه اکتبر با جمع‌آوری پرج به اتمام رسانیده شود. در خواجگاه شهر کانی بادام نیز امروز با قوه بیش از 5000 نفر چنکچیان خودی و حشرچیان عزم دارند که دسترنج کشاورزان را هرچه تیزتر و بی‌تلف جمع‌آوری نمایند. برای کمک به خواجگیداران اهالی دهات نیز که سهمداران زمین نیستند در چنین اشتراک دارند. هر روز پگرست تا بگونی میچینم 80 کیلو 65 کیلو میچینم. مبلغ 125 روز به یک بار مبلغ با دسترس کرسدیم. پخته رسون نشکفتگی ناس اما مول میچیندگی هایم هیان 100 کیلو میچیندگی هایم هیان. من همه خواهش میکنم که همه برای پخته چینی برآمده پخته چینم. طبق اطلاع متخصصان ساحه سال جاری کشاورزان حدود جماعت‌های شهری کانی بادام بیشتر نوهای مطابق اقلیمی همین محل را استفاده برده امیدوارند که نتیجه های نهایی زحمتشون قانع کننده طلبات امروزه خواهد شد. حاضر یکم چین با آخرش رفته ایستاده است. حال در صحرا 1200 هکتار زاید یکم چین پخته است. یکم چینکی پخته اطراف 20 سانتی متر حاضر مقیاسی ناهینده حاصل داشت. ناهینده نوهای پخته آریایی خوجان 67 نوهای خارجی پخته ترکی لاتاسای امسال کمک وزارت کشاورزی که ازبکستان نمانگان 77 پخته درآورده شد که آینده برای تخمش زیاد کردن به من حاضر ما در این پخته آریانده استادیم. من شکفتگیش دیده استادیتان حقیقتا این پخته هم پخته نقص خوجان 67 یکم چینش 18 دادگی باشد دویم چینش حاضر 15-18 داده قریب 35 سانتی متر تشکیل میکند. طبق معلومات فوری پخت سپاری در خواجگاه شهر کانی بادام روز گذشته 188 تا از 2 تن یا به اندازه 1.5% از اول موسم باشد 3719 از 3 تن پخته جمع آوری کرده شده است که نشان داد 29.7% دورنمای استحصال پخته را تشکیل می‌دهد. یعنی برای بلند برداشتن خرمن 12529 تانگی پخته شهر خواجگیداران و مسئولین متخصصان امکانیت دارند که با به میان آوردن متشکلی هرچی بیشتری کار سرعت چینش را بلند بردارند. با نظر داشته آن که ماه اکتبر مرحله مساعد جمع‌آوری حاصل پخته محسوب می‌یابد، حالا همه ناحیه‌های پخته کار می‌توانند دورنمای پیش بینی شده استحصال پخته را تامین نمایند.